دوستان ارجمند، هواداران تیم فرهنگ قدیمی تاجیک، برای ما امروز روزی بسیار خوشی است که یکی از فرزندان شناخته ملت، یکی از طبیبان مشهور تاجیک که با اصولهای هم زمانوی و هم خلقی برای شفای جسمانی و روحانی مردم خیلی خدمت کردند و خودشان هنوز جوان هستند و در سن کمال هستند و مره 50 سالگی قدم نهادند. در اینجا در این حلقه دوستان نزدیک، آنهایی که مخلصان تیپ هستند، مخلصان همین کسب بسیار هم مهم، یک سر اعجازی طبیعی که به هر کسی میسر نمی شود و به همین فرزند ملت ما میسر گشته است آمده ایم. من حسن افتتاح بخشیده به همین شب بسیار زیبا و پرنور پایتخت عزیزمان، برادر ارجمند همه ما ملا ظهور طاهری را که در طبابت خیلی زبردست شدند و شهرت نه تنها در تاجیکستان پیدا کردن بلکه بیرون از حدود آن نیز شهرت پیدا کردن مایه سرفرازی ماست. من چند مدت پیش در مسکو بودم، ملاقاتی داشتیم با هم و چایهای این کس همچون یک وسیله طبابتی، همچون یک درمان چندین دردها، خواه از دل باشد، خواه از جگر، خواه از معده، خواه از عصب، خواه از فشار و غیره، از گیاهای کشور عزیز ما که سراسر واقعا برای انسان شفا بخش است، باز هم این چایها را، دواها را تهیه کردند که نه تنها برای طبابت مردم، برای افزودن شهرت دیار ما که واقعا هم یک دیار توریسم است خدمت بسیار بزرگی کردند. در مسکو راستگم برای ما جای افتخار بود که چندین نماینده های ملت های دیگر با این کس از دست این کس شفا یافتند، می گفتند که به همین فرزند تاجیک رحمت. ما این شام بسیار زیبا که با حضور شما باز هم زیباتر گردیده است، یک بار دیگر برادر ارجمند ما را به این سن مبارک، سن کمالات مردی، سن تمکین و دانش و فضیلت تبریک میگویم و بگذار که برادر ارجمند ما و ملت به همه انسان های دردمند شفا بخشند، خودشان همیشه سالم باشند، چندین پنجاه های دیگر استوارانه برای خدمت مردم، برای انسان های نیک خدمت کنند، نام ملت ما را بلند بردارند و ما همه یک آدرس از نام وزارت تهیه کردیم که همین را برای شما میسپارم. بسیار موضوعم بچه داریم باید رسول شما برای عراچی همین قبلیدگری فرهنگ ما که هستید برای عراچی اینجا به ایستاده سخن گفتن، سخن دراز شد، آدم هم اینجا برادگر رئیسی کنندگر معقول میشد است، میکروفون دارم نمیخواست است، لیکن ما میخواهیم که شاعری شناخته ما برادر ارجمند ما کمال جان، کمال رسول الله همین ادامه صحبت رو برد. مرحمت کمال جان، گروه های مهیسه برای رئیسی شانه کرده باید.
تشکر. دوستان عزیز، حاضرین محترم، اولا من میخوام که به افتخار وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان کرامت‌الله عالیموف که یک حسن زیبای افتتاح بخشیدند سیمونه کفکوبی کنیم، تشکر اظهار کنیم. سپاس گویم که من اصلا رئیس این معرکه نیستم، مثل شما یک مشتری ملاظهور طاهری هستم که هم دوست هستم، هم برادر، هم اخلاصمند هستم و تا اون دمی که رئیس واقعی می آیند ما در بین دوست ما هر خدمتی باشه اجرا میکنیم. پیش از آغاز این شب نشینی معرفتی زیبای فرهنگی میخواهم اصلا خواهش است که به خاطر فرزند ارجمند ملاظهور و به خاطر برادر بزرگوارشان که در این بین رحلت کرده‌اند یک دقیقه خاموشی اعلام کنیم و به خاطر اینکشان بالا شویم. تشکر. من گمان میکنم که خاطر اینه که فرهاد جان، میرزا سلیمان و مولا طاهر این لحظه اینجا حضور دارد و خاطرشان شاد باد. دوستان عزیز، اصلا خداوند هر کسی میگن در پیشانیش پیشه که می نویسد تقدیرش معین میکند و ما شما مشاهده کردیم که خداوند به هر کس از یگان جهت میدهد. یک کس استعداد میدهد، شاعر میکند، نویسنده میکند، یک کس هنر آواز میدهد، آوازخوان میکند، یک کس دیگر استعداد دیگر میدهد، یک شخص دانشمند میکند و به هر کس یک هنر میدهد. از یک جهت خدا نظر میکند به هر یک انسان. دیگه انسانی هستن که خداوند کریم همین از چند جهت میکرد. ملاظهور طاهری دوست برادر ما همین انسانی هستند که این کس خداوند کریم واقعا از چند جهت داده است. این کس هم طبیب هستند، هم ایجادکار هستند، هم عالم هستند، کاشف بسیار پرتجربه هستند که محصول کارهایشان امروز خواهد نخواهد اعتراف شده است. باور کنید من در یادم هم نیست کدام وقت در دوره‌هایی که جوانی همراه می نشستیم در خواجه آبگر که من 15 سال شد خواجه آبگر نرفتیم، من یک دو بیتی نوشته بود هستم برایشان که دارویی هست بهتر از 100 شعر، هست شعری که به ز 100 داروست، هر دو در یک خزینه کم پیداست، هر دو پیدا چو گنج اندر توست. اندر ملاظهور طاهری بسیار گنج‌های دیگری هست که اگر شما خواهید دانید که ملاظهور طاهری همچون طبیب چه شخصیتی هستند، شما روید بین مردم پرسید. من با ملاظهور طاهری سال دوستی داشتم، هم نشین بودیم، طبیبشون هم میدونستم. راست گپ اونقدر چون از بس که دوستی نزدیک بودن گمان میکردم که خود طبیب‌های بهتر در دیگه جا هستند. لیکن وقتی که به دیها آمدم به نزد مادرم که بسیار دردمند بودم، گفتم که
باشیم گفتم یک طبیب اومدم اینجا، من قطار مردم رفتم اونجا اشتراک کردم، جوری شما بودید، بعد آمدم گفتم که بشناختید. بعد از همون کس من نقش شدم. همین سالهای درست با طبابتخانه ها و هر جای بردیم شفا یافته بودم، لیکن در یک سیانس مناظره طاهری مادر من شفا یافته. وقتی که این گفتم وارد که وقت بودم گفتم که حالی ما به قدر مناظره یعنی که به هممون میرسیدیم. یعنی اگر خواهید دانید قدر طبیب و بزرگی طبیب شما رفته از درمان‌ها پرسید. مناظره طاهری یک طبیب هستند که از این کس چقدر مردم شفا یافتند، چقدر انسان‌ها، چقدر مردم از سخن این کس، از طبابت این کس شفا یافتند. و واقعا باز یکم سخن همین لحظه آماده نبودم. هر چیزی که گپی که میگم گپی دلم است، گپی صمیمی دلم است. در اینجا ببینید که من همین توبار نگاه کنید چقدر شخصیت‌های بزرگ، بهترین شاعران ملت، نویسنده‌های ملت، بهترین عالم‌ها، بهترین شخصیت‌ها، ژورنالیست‌های بهترین در اینجا بزرگواران، همه اینها هر یکی اینها کافی است سخنشان و دلیل اون که مناظره طاهری یک شخص ارزنده ملت ما، یک فرزانده ملت ما هستند. برای مبارکبادی همین روز سعید، روز نیک مولودشان و فعالیت ایجادیشان سبی ما را یک کفکو میکنیم. مبارک بادد این روز و همه روز، همایون بادد این سال و همه سال. خب دوستان عزیز، رئیس واقعی بزم ما آمدن، یعنی که لازم بود که ما همین یک پایانداز از این سخنها گسترده باشیم که یکی از راویه‌های بسیار پسندیده مردم ما، یکی از هنرپیشه‌های ممتاز ما، یکی از راویه‌هایی که زیب صحنه‌های ما، زیب مجلس‌های ما، زیب همه منبرهای ما هستند، مولا آرتیق آمدن. خواهش میکنم تخت کفکوبی های شما آرتیق خانده. یک جان تشکر. قبلا معذرت میخواهم که کمی تأخیر کردم، هرچند که بسیار هوشیاری کردم، کوشش کردم، ولی به هر صورت رسیدم در این مجلسی آموز، در این مجلسی بسیار پرنور، زیبا که به افتخار یک فرزند برومند ملت ما، فرزند بسیار ارزنده و شایسته نام بزرگ تاجی و حضور همه شما گواهی آن است که استاد مولا ظهور طاهری برای امروز ما، برای فردای ما، برای تاریخ ملت ما سزاوار و پربار زحمت کشیدن. توسط زحمت خاکساری سرسپردگی به این میهن و مقدسات این وطن، به این مرتبه، به این مقام، به این آبرو رسیدن. و واقعا جا خوب شد که استاد کمال اسلام آغاز کردن در روبروی چنین شخصیت ها، چهره های سرشناس، چهره های بسیار بزرگ فرهنگی صحبت کردن. بسیار گران است، سنگین است، ولی جای افتخار است برای من که ظهوری استاد مولا ظهور به طور قطعی ثابت می سازد که سینای بزرگ فرزند ستاره بانو، فرزند ملت تاجیک است. بار دیگر با تمام فضیلت هایشان، با تمام این پرکاری و پرباریشان، همین دلیل کافی است که گویم اگر هیچ کس دعوای سینا نکند که سینا این چنین وارثان دارند، سینا پرورده
آب و خاک و محیطی تازه تاجیکی است. سینا فرزند ستاره است و امروز از این چنین یک بزرگمرد تمام عالم، همچنین وارثان، همچنین شخصیت هایی که نام و نام ابرمند صادقاً یعنی اثبات میکنند که سینا کیست و فرزند کیست. خب در این جا برنامه بسیار خوبی هم مرتب شده است. در همه آن دستورها و کتاب و چیزی دست شما است و همه شما تمام پهلوهای فعالیت استاد ملاظهور را خوب میدانید. خب من یک لحظه میخواهم در پهلوی همه آن چیزی که شما میدانید در حاشیه آن ذکر کنم که یک 3 سال یا 4 سال قبل به مسکو رفته بودم. فصل سرما بود، بسیار سرد بود هوا. کمی از این گرمی ها رفته راست گپ که اونقدر عادت زود اونجا عادت کردن نتوانستم. کمتر حالم بد شد و در همان دوری ها از دیار دیدار استاد ملاظهور مشرفم گشت و از حالم آگاه شدند و خب در بردم به یک جای کلبه بسیار تمیز و روشن که اونجا بیماران را از شهر مسکو قبول میکردن و طبابت میکردن. من قدر با چشم خودم دیدم، با چشم دیدم احساس کردم که قدر مردم غیر محبت بی اندازه دارند، قدر صمیمیتی بی پایان دارند و راستی بسیار افتخار کردم از اینکه یک فرزند ملت ما یعنی با چی نام، با چی وسیله ما را معرفی میکنند، نه با زوری، نه با یراقی، نه با چیزی دیگر، با دستان و با سخن، با سخن شفا بخششان، با مهر دلشان، با نورشان طبابت میکنند و بسیار هم افتخار کردم. دیگر فکر میکنم همه شما که میدانید خوب میشناسید. امروز دوام میکنیم با این ابیات مولوی بزرگوار استاد عزیز و این سینی مبارک رسیدنتان را شاباش میگویم. در زندگی اینقدر پستی و بلندی ها، اینقدر سردی و گرمی ها را دیدید، رنج و زحمت های زیادی را هم دیدید، ولی همیشه همواره مردانه ماندید. همان طوری که بودید دلی بزرگی شما و همان بزرگی شما هیچ وقت پیشی رنج و نابسامانی های زندگی سرخم نگشتید. الا همیشه سربلند بمانید، همیشه تاجیک اصیل بمانید، همیشه سرسپرده این میهن و مقدسات این ملت بمانید. دعا میگوییم که پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد، جان و دل عاشقان ز تو شادان باد. هر کس که تو را بیند و شادی نکند، سرزیر و سیاه گلیم و سرگردان بود. و اظهارشان یک کلام بزنید. استاد را یک چرکی بگن و یک مرد چی هنر کم است در جامعه ما، همچون پزشک حاضر وارث فرزنده ابوسینای بزرگ، همچون ادیب، روزنامه‌نگار، همچون شخص بسیار معروف فرهنگی میشناسم. و این خاطر خود همین تالار بیانگر همین معنی است که قدر شعرهای فرهنگی جمع آمدند. حالا من با کمال احترام برآمدگی از اتفاق نویسندگان جمهوری تاجیکستان، از نویسنده مردمی تاجیکستان استاد عبدالحمید صمد رو خواهش میکنم که بیارن صحبت کنم در این مجلس آموز، در این مجلس واقعا زیبای فرهنگی. بسیار تشکر.
دوستان ارجمند اصلا همه صفت ها و سخن های زیبا را در اینجا گفتم در حق برادر ما ظهور و راستی باعث افتخار است که یک فرد یک انسان میتواند با زحمتش با تلاشهایش اصلا مهمش با هنرش با ذهنش برای یک جامعه برای آینده ما بسیار چیزهای عجیب کشف کند مهیا سازد. من نگاه میکنم به این اون چای و اون نوشاکی و نمیدونم اون تفسیه ها و اون چیزهایی که مناظور برادر ارجمند ما کردن، این روزنامه ها که چاپ کردن اساس گذاشتن و مجله‌ای که برای سلامتی انسان است و در یک عمری فرض کردیم 50 ساله یک بچه‌ای که از کوپاره ها می آید همین قدر کار میکند. این کس هم صاحب فرض که درمانداروها هستند، هم با صاحب سخن هم هستند و چنانه که اینجا عرض کردم منم در همین مابین ماه می در مسکو بودم و در اونجا جشن استاد میرزا ترسنزاده بود و با ملاظهور برادر عزیز روبرو شدم و دیدم که در اونجا در یک مدت کوتاه ملاظهور و محیط ادبی مسکو چقدر قرین شده است، چقدر پیوند شده است و بسیاری اونو دوست می‌دارن، نه از میشناسن ملاظهور و حتی که یک کتابشون هم ترجمه کردن، ترجمه های روسی شد در مسکو چاپ شده است و این هم باعث افتخار ما بود. باعث افتخار شخصا من افتخار کردم که یک نفر فرزند تاجیک هم در طب، هم در ادبیات، هم در روزنامه‌نگاری همین خیلی یک موقع صاحب شده است. این از خلقت خود ملاظهور می‌باید، چون که یک انسان بسیار پاکیزه است، یک انسان بسیار صمیمی است، با هر کسی که مناسبت کند از ته دل مناسبت میکند و خیرخواه است. در خوجه‌آب گرم من دیدم که در در و دیوارهای خوجه‌آب گرم پاره‌های شعری ملاظهور ثبت یافته است و در بسیار جاها و عضو اتفاق نویسنده‌های تاجیکستان چند سال عضو هستند. در تمام نویسنده‌های تاجیک و ملاظهور بسیار اخلاص دارند، احترام دارند، دوستشون می‌دارند. امروز باید رئیس اتفاق نویسنده ها اسکر حکیم در اینجا میاد کمک تابشون نشده است. عملا توبه میکنیم. یا همون چی فکر کرده است. به هر صورت نو در اتفاق نویسنده ها یک افتخارنامه تأسیس یافته است و گمان من اولین افتخارنامه اتفاق نویسنده ها و ملاظهور طاهری داده شد و ما روزش از جشن استاد قناعت آمدیم و اون و در دستی روشن مونده است، روشن نیافتیم. به هر حال اون چیز نقد است و یک سبدگل از نام تمام نویسنده های تاجیک به شما چی میکنیم محبت اونها، صمیمیت اونها است و چون امروز جشن استاد مومن قناعت در وادی ایثار بود، من آرزو میکنم که مثل معلم از پی معلم به 70 روید، اون کس 80 ساله شوند، شما به 70 رسید و همین خیل تا سر من آرزو میکنم که 50 ساله های سیاه شما همین خیل دست خطور دست دیگر این در مسکو کسی را میبینید میگن که داروی جوانی در همین طبیب تاجیک داروی جوانی را کشف کرده است، همون است که دریافت کنند. دست خطور دست انشاءالله که تا صدا میریم و یک جایه رو جشن میگیریم. مبارک باشد به شما، به خویش تبارهای شما، بین مادر ما که در اینجا نشستند، بسیار به این برادرای ما، این جشن به همه ما و به شما سلامتی و برا در کاراتون، در کارهای علمی و ایجادیتون. تشکر. یک جان تشکر از استاد عزیز. چیست دولت؟ صحبت روشندلان دریافتن یا حضور دوستان مهربان دریافتن فرموده است شاعر و امروز این دولت بسیار بزرگ را شاباش میگویم که یک به این بهانه بسیار خوش و گوارا به هم آمده ایم. صحبت بسیار گرم و صمیمی گرد فرهنگ و معنویات ما و فرزندای نکونام و برآمد دیار ما
حالا با کمال احترام من میخواستم به نمایندگی از اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان از برادر گرامی من محمد جان میرزا شایف دعوت به عمل آورم که بیاید. استاد که چندین مجله و جراید را خودشان تأسیس دادن برای درمان و دوای مردم ما و به حیث روزنامه‌نگار امروز در جامعه ما خیلی خوب معروف هستند. خواهش میکنم. حاضرین گرامی، استادان عزیز، با کمال ممنونیت حضور شما را در اینجا شادباش میگویم. پیش از آن که من چند سخن درباره دوستم منظور بگویم، یک سپارشی بسیار جدی نصیب من شده است که همین میخوام این خوشخبر را هم به ملاحظه هم به دقت شما رسانم. عادتاً این یک پدیده بسیار نو است در دولتداری، چون که وقتی که یک مکافات بسیار بلند را میسپارند یا اعضای حکومت میسپارند یا یک شخص بسیار مسئول، لیکن همین دیروز همین مسئولیت وظیفه من بار کردم. یعنی با هر قدر من گفتم که بسیار این مسئولیت بلند است، لیکن گفتم که شما همین مکافات میسپارید. عزیزان، حضور عزیز، من گمان میکنم که این مکافات بسیار مکافات بلند است. وقتی که اگر نظامنامه مکافات‌های جمهوری تاجیکستان رو می‌بینیم، این مکافات یکی از قیمت‌ترین مکافات‌ها حساب می‌شود. برای همین با کمال ممنونیت، با حرمت احترامی نهایت زیاد نسبت به امضای پرزیدنت محترم مولانا شریف رحمانوف همین چیز رو من به شما میسپارم. اوردن شفقت. استادان عزیز، خواهران، برادران بسیار همگرامی، درباره ملاظهور سخن بسیار گفتن ممکن است، ولی من نمیخواهم که اینجا سخن گفتگی ها بسیار هستند. تنها یک لحظه را میخواهم از حیات هر دیمون یادآور شوم. تقریبا میانه های ماه ایونی سال 87 من از اداره کمسمال تاجیکستان بیرون شدم و در خیابان استان رودکی ناگاه بینم یک تا زپراژ اومد ایستاد و مناظر فرا آمدن. بعد گفتن که اکاشی نیست. من چند وقت که دیدم شیشتیم در ماشین حل کردم. من همون روز باید که با رحمتی شاگردایف وامی خوردم و وابسته برای یک جشن یک برآمدشان در حجم یک نوخواست تیار میکردم. بعد رفتیم یک وقت چون صحبت گرم شد که رفتیم میکروریون 103 رفتیم ماشین استاد اکا فروید و من گفتم کجا آمدیم؟ خانه آمدیم. خب من دیگر نگفتم که من کسی باید آدم رفت خیرت که من اون کسبت زن زده نگفته بودم. بعد شدیم صحبت کردیم. صحبت ما بسیار طولانی شد. کلی مهربانی ما
چنان ما رو پذیرایی کرد که تا قریبی های شب من راستی گپ ملا ظهور رو به صفت یک شخصیت بسیار عجیب، بسیار زیبا و بسیار بالا میشناسم، چون که گمان میکنم که بهترین خصلت های انسانی در سیمای این شخص، در سیمای این برادر عزیز من هست و علاوه خصوص یک چیز رو من میخواستم قید کنم که بیش از 30 سال باز که ما با ملا ظهور دوست هستیم و دوست برادرشده هستیم. یک زمان احساس کردم در دوام 30 سال یگان مراتب ملا ظهور کسی را غیبت نکرده است و این یک چیزی هست که من اصلا دوست می‌دارم این چیز را و در برابر این صفت‌های بسیار گوارا دارم. من می‌خواستم بار دیگر برادری عزیزم ملا ظهور را به افتخار این جشن تبریک گویم، مبارک گویم، سربلندی آرزو کنم، صحتی و سلامتی، موفقیت‌های زیاد ایجادی و به همه حاضرین عزیز که در اینجا شرکت دارند و همه شما آرزو میکنم که به آرزوهای نیکتان رسید و توی تماشا رسید. تمام خوشبختی های دنیا رو برای همه شما آرزو میکنم. سلامت باشید و دقیقتان تشکر. زنده باشید. یک جان تشکر است برادر ارجمندمان برای صحبت خوب. برای این مکافات بسیار عالی را هم برای استاد تبریک عرض میکنیم که بسیار زیبنده و ارزنده است. یک بیت از چند مدت که من پیدا کرده بودم بعد استاد گلازر کلدی آن را باز صحیح‌تر با من پیدا کردن، شکل درستش. به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادن. تو برون در چی کردی که برون در چی کردی که درون خانه هایی. در مورد استاد ملا ظهور وقتی حرف میزنیم، کس اگر چون این سوال پیش آید پاسخ زیادی دارند و حتما رحم یابند. کعبه دلها را هزاران دلها را تصویر کردند، زیارت کردند و با شفا، با دست شفا بخششان چقدر انسانها را برای انسانها سعادت بخشیدند، خوشبختی بخشیدند که از صحتی، از تندرستی سعادتی بالاتر مخدمتر بودن نمیتواند. برای این امروز از نمایندگی از وزارت تندرستی کشورمان برادر بسیار ارجمندمان عزیزی نوزاد با همین چهره بسیار زیبای تاجیکی، با همین مایلب بسیار زیبا آمدن که از وارثان واقعا صادق و سرسپرده سینای بزرگ هستند. مبارک باشد. دوستان عزیز، راستی بهترین شغل در نزدیک استادای سخن گفتن برای من کم آزمینی میکنند. به هر حال میگن که دانی که چیز دولت دیدار یار دیدن، در کوی او گدایی بر خسروی رسیدن. از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن از دوستان جانی مشکل توان بریدن. دوستان عزیز، ملا ظهور همراه ما زیاده از 30 سال است که ما همراه اکا ملا ظهور همکاری میکنیم و این کس استادی شخصی من هستند. من امروز از نام وزارت تندرستی همچون رئیس بنیاد زبان تاجیکی نزد وزارت و همچون سردختری بیمارخانه
من اکارو به این روزی سعید و مناسبت 50 سالگی زادرودشون تبریک میکنم و یک چیز همه از اینجا یک چیز گفتن گذاشتم. من یک چیز میگم به خاطر اینکه یک وقت من رفتم مسکو زمانی خیلی چی بودم زمانی خیلی وضعیت اقتصادی خیلی تنگسی میکشیدن دخترها. من هم رفتم مسکو خواندن. راستی کسی این پیش چندین نفر آدم ها رفتم گفتم برادرها کم کمک کنید تا من از همین طرف روم اون طرف من یک برای کرد ببینم. راستی مردم خیرخواه خیلی کم بودن، یک نفر یاردم کردن نتونست آوردن پیش افراد ملاجئه. این مردگری انسان نبینید. اینکه جان آسوده باشید، این کار از ما رسد. تم میرید مسکو، از مسکو فلان تلفن میکنید، از همونجا برای شما برای برگشت آمدن همون کمک خرجی یافته میتونن و در حقیقت سخنهای اکا ملاجئه راست بودن. من رفتم مسکو، اون نفرهای دیدم، اون نفرها برای برگشتن من خوانده تمام کردم، برای برگشت آمدن برای من کمک کردم و این مردگری است که در همین شرایط و در همین زندگی نه اینقدر خوب فقط همیشه مردای بزرگ میتوانند دستگیر ملت تاجیک، دستگیری فرزندای تاجیک باشند و من اکارو به این روزی سعید تبریک میکنم. خواهان آنم که خدا اگر نصیب کند همین اهل دولتی 100 سالگی شما در همین تالار با راهبری راوی بهترین ما عاطفه قادر جشن گیریم. سلامت باشید. سلام باشید. تشکر عزیز جان. محفل نورانی ما باز با صحبت و با حضور عزیز نوروزاد باز هم پرنورتر شد. تشکر. اینجا اگر از من فکر میکنم باید باشند از نمایندگان کارپوراسیون خوراکواری خواهش میکنم. بسیار این چای های بسیار معروفی که در تمام بحر و بر امروز شهرت دارد با نام چای طاهری با تکای همین کارپوراسیون خوراکواری استحصال میگرد و پهن میگرد. برای خواهش میکنم. تشکر. ای بلندختر خدایت عمری جاویدان دهد. هرچی پیروزی و نیکروزی در آن است آن دهد. لطفاً عرضی احترام، صداقت، مهر و محبت، سلام و پیام و شادباشی کارمندان دستگاه مرکزی و شخصاً شادباشی رئیس کارپوراسیون خوراکواری محترم یار محمد علیویچ را با شما خادم نمایان علم و فرهنگ تاجیک با افتخار جشن نیم عصرتون حواله می‌دارم و عزیزان فشرده تبریکات محترم یار محمد علیویچ در این روزنامه ایرانی درد و درمون که در دست داره آورده شده است و اینجا بجز گفته شاعر لسان الغیب شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی نگویم که سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت بادتاً در هر دو گیتی برقرار و بردوام سال خوب و فال نیک و مال وافر حال خوش اصل ثابت نسل باقی تخت عالی بخت رام. تشکر. آفرین و برادر عزیز ما که بسیار زیبا با هم با نظم و بسیار در خور یک تاجیک یعنی که سزاوار یک فرزند تاجیک صحبت کردن و در این محفل بسیار زیبا و پرنور. به دل بزرگوار میگه که به دل گفتم کدامین شیوه دشوار است در عالم نفس در خون تپید و گفت پاس آشنایی ها. و این معنی همه امروز آمدیم در این مجلس آموز به هم
دیدار میبینیم، از فیض صحبت یکدیگر بهره میگیریم، از دیدار یکدیگر برخوردار میشویم. از ظهور استاد ملا ظهور که افتخار داریم. حالا از نمایندگی از دستگاه پرزیدنت کشورمان استاد عبدالمنان آمدن، عبدالرحمن عبدالمنان آمدن و بسیار خواهش میکنیم که جناب این مرد فاضل، مرد در داشتان، صحبتشان بسیار مورد است در مجلس زیبایی سخن. تشکر دوستان عزیز. برادر عزیز ما مظهور یک شخصیتی هستم که مردم از هر کجا جذب میکنند، میکشند. امروز روز شنبه است. میدانید که توی معرکه بسیار است در شنبه ما و همه ما شاید نیم زیادی ما در توی معرکه بودیم و هر کجا که میشتیم گفتن که همین روز ساعت 5 در فلان جا 50 سالگی مولا ظهور است. یعنی که در یاد مردم، در خاطر مردم مولا ظهور در یک مرتبه و منزلت بسیار بلند هستند و از معرکه به معرکه گشتیم. آخرین معرکه که ما نشستیم همونجا گفتن که مولا ظهور را میشناسیم همچون دکتر. لیکن شما نویسنده ها و مثلا اهل علم، اهل فرهنگ، ما گفتیم که اون کس نماینده کلاسیکی فرهنگ قدیمی ما هستند. به این معنی که استادای بزرگ ما از استاد رودکی و ابن سینا و این طرف تا استاد جامی و احمد دانش و عینی و اینا همه مردمی فراگیر بودن. یعنی که فرهنگ ما رو فقط در کسب خودشان، در مشغولیت خودشان نمیدیدند، بلکه عمده‌تر، فراختر، وسیع‌تر میدیدند و یکی از شخصیت‌هایی که امروز در جمهوری ما فرهنگ مردم تاجیک تجسم میکنند همین مولا ظهور هستند. طبیبی کسب این کس، طبیب هستند، شاعر هستند، طبیعتاً با در ذات شاعر هستند از روی استعدادشان، نویسنده و ژورنالیست هستند از روی اقتضای وطن دوستی و ملت دوستیشون. هر اون چیزی که برای ملت ما، برای وطن ما ضرور است، کس نمیتوانند ننویسند و نمیتوانند با ما و شما و همین چیز تبادل افکار نکنند. من حسد میبرم به مولا ظهور، یک شخصیتی که خودشان فراگیر همه هستند و همه وقت فعال هستند، کوشش میکنند که ما که محدود هستیم بسیار، ما را تشویق میکنند که این ساحه هم دخل کنید و این ساحه هم دخل کنید، این ساحه هم اندکی توجه کنید به این ساحه. من از برای صاحب این خیلی آدمای، این خیلی مردم بسیار کم میبینم در محیط ما و شخصیتی که مرد است، وزنینی ها، سختیگری ها، مشکلی ها و فاجعه بسیار گران همین خیلی اثر گذاراندن که گویا که خیلی همه رفیق ها هیچ نکنند، همه رفیق ها فاجعه من به خود نگیرم، خودشان کشیدن دردی هم فاجعه. من بنابراین
و برادر عزیزم و دوست بسیار مهربانم ظهور در این روز پیروز سربلندی ها، کامیابی ها، صحت و سلامتی آرزو میکنم. این همه چیزهایی که ما میگوییم عادتا. لیکن میخواهم که ظهور عزیز شما اون پیرهی که خودتان ساختید برای خودتان، برای صحتی هم معنوی هم جسمانی مردم ما پیوستگی صحتی معنوی جسمانی مردم ما همین پیره دوام که به شاهراه تبدیل دیدم پیره برای خودتان صحت باشید، سلامت باشید، سربلند باشید، دایم زنده باشید. در جهانم غم ندارم تاجیکستان، کوهی تو پرگنج و خلقی تو هنرمند، سرزمینی زرنثارم تاجیکستان. در قطار قله هایت پرسکوتم، همچو رودت بیقرارم تاجیکستان. سر ز دامانت کشیدم سربلند، سر ز دامانت کشیدم سربلند، سر به دامانت گذارم تاجیکستان. تاجیکستان بحر من از ده من سر می شود، از حریمی دلبری گل پیرهن سر می شود، از سرودی الله مانند زرفشانی عزیز، از کتابی تغرلی شیرین سخن سر می شود. گر روم بر ماه شوم با ماه رویان هم نشست، هیچ نگذارم کتابی مهر ملکم را زی دست. نامبرداری زمین و ملت و خلقم مدام، زنده هستم تا دمی که تاجیکستان زنده است. چو سعدی پیر گردد کم نبینه، چو حافظ شاد باشد غم نبینه، چو سینا عاقل و فرخنده باشد، چو جامی در دل و در دیده باشد. اولا السلام علیکم مهمانان عزیز، اجازت دهید من از نام خودم و از نام اهل علم تقای عزیزم را با روز زادروزشان از صمیم دل تبریک و مبارکباد نموده و آن کس پیش از همه صحتی و سلامتی و در کارهای آینده تان بردباری ها تمنا دارم. خندان و خوش و جوان و زیبا باشد، با عمری خوش و با خوبی یکتا باشد، در روز تولدتان شکفته گلها با ما باشد، میان دوستان باشد. هستی تو یک پاره روی زمین، دیه ام پتخین عجایب نازنین، جا گرفته بین کوها تو عجب، هستی خود یک جنتی روی زمین. بین دیه آب شفاف روان، دو طرف دو جوی دارد دودوان، آن یکی بر دشت زاسون می رود، دیگری بر دشت پتخین می رود. هر طرف بین سبز خرم باغها، صفت بلبل می براید داغها. این دلی آزرده اینجا شاد باد، خانه مردم همه آباد باد. دردمندان را دوا گردیده ای مولا ظهور، خستگان را جان فضا گردیده ای مولا ظهور. بی تمیزان را تمیز و ناامیدان را امید، کردلا را زیاد گردیده ای مولا ظهور. از تو من آدمگری و آدمی آموختم، با همه کس آشنا گردیده ای مولا ظهور. با سخن با شعر با تأسیس شفا، زخم ملت را شفا گردیده ای مولا ظهور. معتبر بحری زمین و معتبر بحری زمان، معتبر بحری خدا گردیده ای مولا ظهور. چه افسانه چه افسانه میانی که عجب خانه، که سر بر آسمان کرد
زود نظر بنما با هر درد شفا یابی طبابت خانه است اینجا. آفرین آفرین. اینقدر دنیای کودکان زیبا و رنگین است و از درگاه خدا این تمنا را داریم که جامعه ما، دلهای ما، نیتهای ما همیگونه تمیز باشد، پاک باشد، زیبا باشد، چون دنیای زیبای کودکان و لحنی بسیار شیرین و خوب و پذیرای کودکان. تشکر، هزار تشکر. با هم یکان شویم و یک دل و یک رنگ و یک پیشن، سری در کار هم آریم و روشی بار هم باشیم. و وقتی خونشداری عقل کل داریم که وقتی مستی آید کامل سشای هم باشیم. و جمعیت تمام آریم از باری پریشانی اگر غفلت کند آهنگی را بسیار این هم دنیای هم گردیم برای یکدیگر را چاره و ناچار هم باشیم. یکی گردیم زبان و افروزی یک کردن بدنار یا خاموشی هم
سلام سلام. به هر که عشق به من میدهد سلام سلام. به هر که هم نفس ما بود درود درود. به هر که دل به سخن میدهد سلام سلام. مجلس آنز و پرنور ما اکنون در این تالار واقعا پرنور و زیبا اکنون با طرز دیگر خیلی صمیمی غیر رسمی و بسیار زیبا صورت میگیرد. طور شما عزیزان میدانید 25 سال قبل بسیار ملاحظه‌ها طاهری ازدواج کردند با لطافت‌بانو و یک دختر زیبا که اینها را عشق به هم آورد و عشق اینها را به کوی مراد و صاحب فرزند و بخت و تخت گردیدند. و حالا اگر قسمت دوم محفل ما همچون جشن 25 سال ازدواج زیبای اینها، جشن عروسی اینها، از از که 25 سال پیش در اون دهه کوهستان و عموما در پایتخت هم این گونه شرایط و این گونه یک شرایط سازگار نبود و این گونه امکان اقدام فراهم نبود. برای همین حال تصمیم گرفتیم که اکنون جشن عروسی ملاحظه‌ها و لطافت‌بانو را با هم تجلیل کنیم. حالا بیایید عزیزان با صدای موسیقی تحت نوای روح افزا و شادی و طرب و کفکوبی ها نو خانداران را استقبال میگیریم. دوستان عزیز مرحمت این همه نوع نعمت برای شما این دسترخوان مهر و اخلاص برای شما گسترده شده است. من یک نام شکر اطلاعات همه ما را به این سعادت برساند، به این آبرو و به این خوشی ها برساند. نان از همه قیمت است یاران شکنید، دردانه پذیر دور دندان شکنید. یک ذره در این معرکه ارمان شکنید، یک بار دیگر خوش آمدید نام شکنید. آنهایی که علاقه‌مندی به شراب و ملزم ملاحظه‌ها طاهری دارند، نوش جانتان را خواهش میکنم جامها را پر سازید و افتخار این جفت مناسب که 25 سال باز سعادتمند در برای شیر و اخلاص با هم زندگی میکنند. جامهای مبارکات نوشتان باد، ملزم ملاحظه‌ای دوای قلب روحتان باد و چای رقم 8 در نیروبخش شما باشد. در این لحظه ها خواهش میکنم دوستان لایق فرمودن که بیا بکشاز سری شیشه سلامت باد، تهی کن
سرز اندیشه سر شیشه سلامت باد در این دهر ستم پیشه بنارد ریشه از تیشه بنازم من از هم ریشه سر شیشه سلامت باد و سلامت باشیم با هم دماغ و گیاهانی که بسیار دایری زبان آنها رو می‌دانند و محبتان در دوا و شفا بودن آنها رو می‌دانند سلامت باشیم و بهترین شیفایی که خط روحی ما را درمان می‌بخشد این سرود است این سخن است حالی که هم سال بود بارها تاکید کرده و برای عقیده و ما بریم از صوت و نما و ترانه‌های روح‌نمای هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان خرسندبالان ظریف همچنان را تمام باشیم. خرسندبالان خرسنده ما را افزای می‌سازد، شادمان ما را بالا می‌برد و این محفل موز این به هم آمدن برای همه اهل هنر مبارک باد و تبریکات اهل هنر به صاحب جشن عزیز و عروس داماد بسیار گرامی توسط ترانه‌هایی که عشق را ترنم می‌کنند صداقت و وفاداری را ترنم می‌کنند منظور می‌شود. میهمان دوستان محترم اون طرف هم بابا سخنی گفتنی نبود ما اینجا هم سخنگی ما سرود میخونیم خود و گروهان ما کافه‌ای که در بخش تمامی هم مواسطان هم کافه‌ای و این روز که در شهر واسکا هستم برای مردمی نصیحت خدمت می‌کنم مردم و ملتی ما می‌بردارند هم وقت سربلند باشند موضوع می‌دارم که همه هر یک فردی ملت تاجیک چه مناظر طاهری بزرگ باشد این آراهی آراهایی که در وادی زرافشان هستند و در تمام تاجیکستان هستند بلدباری اکوی بزرگوار باشند چیزی که بزرگوار سعدی فرمودند ای بلند اختر خدایت عمر جاویدان دهد ای بلند اختر خدایت عمر جاویدان دهد آنچه پیروزی و بهروزی در آن دهد برای شما اکوی بزرگوار زنده سلامت باشید. Joe.
که سر به قدش اینقدر زیبا و بسیار هم به این وزن شایسته و مناسب بود تشکر میگوییم. از قدر امروز محفل را صفای دیگر است، سر منظوم تو را نشان نمای دیگر است. تبسم سور نسان و ترانه های خزندران مثل آن گیاها، آن بلزم، آن چای هایی که استاد ملازمون تهیه کردن برای بحث صاحبجان عزیز ما. اگر سالها حرف بگویم بازم کم است. کتاب‌های به طب رسیدن و افتخارشان، داستان‌های به طب رسیدن. من همچنین که فرصت بسیار محدود بود برای یک داستانی با سبک و اسلوب کلاسیکان ما سیف‌الدین اکرمزاده توده‌ای نوشتن و افتخار استاد و تمام حالنامه یعنی فعالیت روزگار استاد در قالب نظم آوردن. و هر صورت من برای زدم چند بابش بسیار جالب بود. من خوام را خواندم مثلا بابی که توی خطه استاد را تصویر کرده است و افزود خواندم. من قسمت دوامش جای خیلی به کمال رسیدن و مکتب و همه این چیزا و توی عروسی شدن بسیار زیبا بحث کرده. و برای اول کتاب دیدم که داستان از تحت نظر شاعر مردمی ما استاد بلندر کیجی گذشته است و استاد نازمون همچون یک خط و ایمان یک انسان بسیار شریف و طاهری اصیل همیشه پیش استادان احترام می‌گذارند و قدر آنها را خاص می‌دارند. از استاد بلندر خواهش می‌کنم که بیایند نزد آزوگاه خود زحمت بدهیم با همین چهره‌ای نورانیشان با این پیشانی‌شان سلام و زیبایشان بازم پررفتر کنند مجلس عموم مجلس اهل دل را اهل نظر را. شاد مبارک باشه برای شما. قربانتان. شکر دوست عزیز. واقعا درباره موضوعات بسیار گفتن ممکن است و گفتن هم بسیار دشوار است. من گمان میکنم که از همین داروهایی که موضوع ساختم برای من محبت هم هست، صداقت هم هست، دوستی برای هست، شوخ‌بخشتر است. من از خداوند کریم آرزو دارم که دوست و برادر من عمر دراز بینم، سرشان همیشه بلند، رویشان سر، تنشان صحت باشد. هرچه که خودشان تقدیر هستند با گفته خواجه حافظ خرد و ناز حبیبان نیازمند مباد، وجود نیازی کداز دوری زن مباد. من با ملازمت یک روبایی تقدیم میکنم. 100 ساله شود جوره آزاده من، هم صحبت و هم نشین و هم باده من. بینگم بسر بلند و روی سرخش چشم نرسد با این خلابانه. شکر. یک جان شکر از شما استاد عزیز. در این مجلس شعر سخن، در این مجلس فرهنگ و هنر حضور شما و همه اهل فرهنگ و ادب نور میبخشد، صفا میبخشد. شکر میگویم که شعر بهترین وسیله است که دلها را، روح را دوا میبخشد. شعر بهترین وسیله است که انسان را به عالم بسیار پاک و قدسی وصل میکند. و شما که همیشه با این با سخن یعنی که آنچه که اول از آسمان ها نازل شده است سخن داده است سر و کار دارید. الها چون سخن چون شعر روزگار از آن جاودانه باشد. همین دارم هست انشاءالله
و حالا دوستان گرامی با کمال احترام من از سرامه سالمراد هم یکی از کارمندان مسئول وزارت عدلیه هستم عبدالرحمن پور شریف برادر گرامی امان احتراماً خواهش میکنم مراسم بسیار زیبای عروسی ما را بازم پرمرتب سازند زیباتر سازند خواهش میکنم سلام علیکم دوستان عزیز باز پاک میکنم چند خشت تمام عزیز شاپای عزیز رو همین تام و پیروز رئیس مجلس امانتگار مجلس عالی سنی دلسو محترم سیدالله خیرور تام و برای تابع کردن و بدبی موضوع رفتن اتفاقی اصلا کنم میشه برای هر کس نصیب نکنم من شروع کنم موضوع شخصی که اصلا پیش برای آن او بودن که خواست است خیلی آدم هم برای اخلاقشونه میشه موضوع سوی ندارم این سوی درجه اولیش برای مدرمی سخن گوه بگیره جوی دورو سخن گوه گذار منازی دورو برای موضوع چه پای عزیز سکوس و کنونجه پنجو ساله دو دوباره خوش بکنم که اگه آدم شده که اپر عزیز سعی کردم نه اپر خانده شده باید جربا از دوری هایده اپروزی زرشو که اونم مواده آقا بونو آقا بونو شده بگم باید مثل شهر شما یک گوهر زیبنده هستید شما یک اختری تابنده هستید شما چون موج پرجوشی زرافشان شما چون آفتاب شعله افشان ببیند هر کسی خواند شما را عزیز و معتبر داند شما را کنم فخر و دعا گویم شما را چیزان انسانی کامل است ما را و هر یک پیر و برنا رهنمای برای دردمندان خود شفای الها دائم و پرخنده باشه چو خورشید سحر تابنده باشه سلام باشه آفرین و رسما جمعه دامادی و بعد سال ملازمات برای عروس نازنینشان اینجا برای شما زیبنده است مبارک باشد مبارک باشد این جامعه که هر یک کارش از رشته دین و اسلام گفته شده است هدف زیبنده است و این کاملی سلامتی روح شما و این روحان همه شما را گفتن بسازد که جامعه نشان رحمت و توقیع دولت همین جا و همان جا این عروسی جهران بهشتی با خندان اول امروز و فردا این عروسی بسیار زیبی و اله همیشه این قامت زیبا و این چهره بسیار زیبا و نورانی با جامعه زیبای تاجیکی باز هم زیبنده‌تر باز هم پرنورتر بشود و اکنون در تخیط صحبت خیر امانپور در تخیط صحبت استاد گلنظر دل باز هم به عالم زیبایی ها برویم با هوای ترانه های قابل جان عزیز قابل جان ظریف این برام باز می‌دارم گرامی می‌دارم و افتخارشان یک کف بزنیم Hey,
Başa usbe. این برادر یک پول با ترکی کپروک می شود یعنی با تاثیر سخن سحر سخن با سحر سخن جان همین حالت را حاصل کرد